مسعود اندرابی سابق وزیر امور داخلی افغانستان نوار غنی فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان را نشر کرده گفته است که طالبان و پاکستانی ها در ناحیه اندراب کودکان 4-5 ساله را میکشند. این فرمانده تاکید دارد که جبهه مقاومت به خاطر نابودی همین پاکستانی ها آماده می باشد. در این ویدیو فرمانده غنی میگوید طرف های هندوکش فعلا بر سر کوه روشک هستند. همین اجنبی های پاکستان آمدند وطن ما را اشغال کردند، هزاران پیر و جوان ما را به قتل رسانیدند، بخصوص در مناطق کوکسان و شاشان. شما شاهد صحنه هستید که دکتر زینالدین طفل‌های 4-5 ساله را به شهادت رسانیدند. فرمانده غنی تاکید دارد که جبهه مقاومت به خاطر نابودی همین اجرایی و پاکستانی می باشد.